سلام رفقا، خیلی خوش اومدین به چنل من امیر استارتم. تازه شروع کردم. خوشحال میشم ازم حمایت کنین و بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. خب رفقا اومدیم به بازی. همینطور که میبینی اینجا یک بله حالتی واسه منه. بعد میخوام که اینجا یه چیزی درست کنم، بعد با هم بریم درست کنیم دیگه. من حالا یکم جلوتر شروع کردم، بعد یا این کارا پیش اومد دیگه، گفتیم اینجوری بریم جلو. خب من برم یه سنگی بزن تا بیاریم اینجا رو کامل کنیم. حالا در نداشتم براش، ایشالله از این ور یه در میذارم. اگه شما جای بهتری میدونین بگید تو کامنت ها، اون کارو بکنید. خب یکم سنگینا بزنیم. ایوا کریپر بودو آقا تو با خیلی موقعه بعدیه. خب حالا شما رو زیاد معطل نمی کنم، من تا برم سنگا رو بزنم بیام، حالا ببینیم که بقیهش چی میشه. خب رفقا تا اینجا اومدیم. بعد تقریبا من اینونتوریمو پر کردم. بعد بریم به سمت خونه تا آخرین لحظات ساخت رو تمام کنیم. خب بچه من اونقدر بلد نیستم، خب تازه کارم. حالا آروم آروم با هم میریم جلو. اشتباه گذاشتم. آره آروم آروم با هم میریم جلو تا دیگه ببینیم چی پیش میاد. یاد میگیریم با هم دیگه، به قول معروف با هم یاد میگیریم. خب سنگامونو بچینیم جلو. خب حالا اینا از اینجا بیاریم اینجا. خب اینم از این. اگه بتونم برم بالا. خب خب رفقا اینم تمام شد. ببینیم که اینجوری میشه. حالا یه سر بریم طبقه بالاش ببینیم چطوریه. پله رو یکی پله کو آهنگست. خب این بالا اینجوری میشه. بعد اینجا رو فرم بسازم تا اگه مثلا یک تقریبا اگه 3 قسمت کنیم اینجا رو، 2 قسمتش رو فرم و طویله بشه، یه قسمتش هم که واسه اون بر بشه دیگه. حالا هرچی میخواد باشه همون باشه. حالا بودو بریم پایین.
فقط این صدا آبی میاد اونجا. آره اومد یه جوری زامبی هم داره خورخور میکنه اونجا. خب بعد الان خب اون که خاموش اون که تمام شده رفت. خب بعد من فکر کنم یکم زغال دارم، یکم برم چوب بزنم. من چوب دارم، چوب ندارم اما بیل خیلی داره. حالا بیلم ببریم، بیلم به درد میخوره. بیلی جان بیا اینجا بینم. بیلی خب شما برو بعد یکی دیگه بیلی شما بفرما پایین. حالا چه اون وسایلایی که دیدین زین اسب و نم چی و سی و چی آره من اومدم که این ویلیج رو پیدا کردم. این پیانیدار چی داری بچه؟ پیانیدار اونو میده من چیزی به درد نخوردم ما. خب حالا اومدم اینجا پیلیجر بودن اینا، درست اینجا بود، این طرف ها بود درست. این حالا میدم جلوتر بهتون نشون میدم. بعد اینا رو من همشونو به دردسر یعنی کشتم، یعنی به بدبختی ترین حالت ممکن اون رو یعنی کشتم. بزنیم. خب رفقا من اینجا رو تمام کردم که آره دیگه تمام شده. بعد حالا مونده یه چند کاری های خاصی مونده واسه آب که میخوایم بذاریم اینجا. خب اینا چقدر شد؟ 1 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا 7 تا 3 بود 4 یکم. خب بخشید خب 2 تا میاییم اینجا، اینم میزنیم اینجا. خب حالا از این طرف پس اینا 1 2 3 4 و 4 میزنم بهتر. من منظور 2 تا اومده این ورتر زده اونجا، اون کارو کنیم به نظر من. 1 2 3 اینم 4 2 تا میایی این ورتر، اینو میزنیم اینجا. خب 1 2 3 4 اینم بزنیم اینجا. هم تداران خوبی داره هم نظر من بهتر. خب حالا اینجا چون 6 تا یک بانه کنم 1 2 تا 3 تا 4 تا 5 1 2 3 خب اینم 5 تا خب بیخیال. خب 2 تا بیا اینجا اینو بزن اینجا. آره میزنه من کنده بودم زیرش که صاف کردم از زیر دیوار رو و توش مشعلینا گذاشتم که زامبی اینا اسپان نشه. خب زیرش اینجوری میبندیم. 2 تا دیگه میان اینجا، اینم مثل همون زیرشو باشون یکم ازش مزاحم ما نشو. 2 تا دیگه میای و زیرش هم اینجوری میبندیم. خب حالا 2 تا دیگه بیاین، 2 تا دیگه حالا یه دونه دیگه بیاین دیگه. 2 تا میخوره اینجا، اون یکی 2 تا خب اونو دیگه نمیخوره بزنم، نیازی نداره دیگه. تا اونجا بکنم بگیر. خب اینم از این تا اینجا. حالا من برم بخوام تا چیزی اسپان نشده تا اذیتمونم نکنه. خب بده بگید بخواب. خب رفقا اینجام تموم شد. حالا بریم دنبال ایوونا. تمام شد اینجا بالاخره بعد از چند ساعت پلی دادن تمام شد. یک جایی هم اینجا درست کنم من. Silent nights
خب رفقا اینم تا اینجا که تمام شد. حالا انشالله بقیه‌ش هم یه قسمت بعد ادامه میدیم. اینم تا اینجا اومد، روشنایی هاشم زدیم و دیگه تمام. اینم از این. فعلا خداحافظ.